سلام به پادکست دقایقی با هدیه، خوش اومدین. این قسمت مهربونی. یه وقتایی که پر میشی از اضطراب و فشار زندگی باید به خودت بگی قرار نبوده دقیقاً تو اوج روزای جوانی دلار چند برابر شه. حق داری که به هم بریزی، حق داری به هم ریخته بشی. به خودت بگو وظیفت نبوده از یه طرف پدر و مادر خودت باشی، از یه طرف پدر و مادر بچه هات و از طرفی پدر و مادرت. معلومه که این همه شغل واسه یه نفر خیلی زیاده. این همه فشار مالی، این همه قبض، این همه فشار کاری رئیس و مشتری رو تحمل کنی. به خودت بگو قرار نبود بدون هیچ حمایت عاطفی هی بخوای همه رو بفهمی، همه رو درک کنی. با خودمون مهربون باشی، با اون کسی که بیشتر از هر کس دیگه‌ای زیر فشاره. میدونی مهربونی یعنی چی؟ یعنی گوش دادن به خودت، بعضی وقتا در آغوش کشیدن خودت. با خودت مهربون باش، اینطوریه که میتونی به زندگی برگردی. دوستتون دارم، متشکرم. تو را دیدمت بعد عمری سلام، ببینش که شوقی که ریزد مدام، ماندم یا نماندم، به پای تو ماندم یا نماندم، آمدی جانم به قربانت.